دادگاه شهری دوشنبه سید حسنی قیام‌الدین پسر سید قیام‌الدین غازی یکی از فعالان مخالفین سابق را به 11 سال زندان محکوم کرده است. خویشاوندان سید حسنی قیام‌الدین روز 8 ایون به رادیو آزادی گفتند که مرافعه او 2 هفته پیش پس درهای بسته در دادگاه دوشنبه صورت گرفته است. دادگاه دوشنبه هنوز دایر به حکم رسما خبر نداده است، ولی به اطلاع بعضی از منابع او به افراطگرایی گناهکار دانسته شد. سید حسن سید قیام‌الدین 27 ساله پسر سید قیام‌الدین غازی از چهره‌های شناخته مخالفان پیشین زمان جنگی داخلی است. پدرش در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت هلاک شد. در تاجیکستان همانا کمچینی بلیت هواپیما به سمت روسیه مشاهده می شود. میان تاجیکستان و روسیه تنها در مسیر دوشنبه و مسکو پروازهای معمولی برقرار شدند. حالا هفته 2 مراتبه و از روز 10 ایون هفته 4 بار پروازها صورت می گیرند. پروازهای باقی همگی چارتری‌اند و نرخ بلیت گران. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه. این صحنه معمولی روزهای اخیر در دوشنبه است. درهای بسته اکثر چیپتا فروشی‌ها و مسافران سرسان در جستجوی چیپتای هواپیماهای خط‌سیرهای روسیه. مسافران که اکثرا مهاجر مهنتی اند از یک چیپتا فروشی به چیپتا فروشی دیگر سر میزنند. بانک گرفتگیم، قرض گرفتگیم اومدگیم میدرویم میگیم که بلیت چی مثال کازان اگون جای دیگه نیست. 6000 نرخ دولتیش даже در اخبار تاجیکستان همین را اعلام کردن که 6000 سومون نرخ دولتیش نکیم نیست. میدرویم میگه که 8000 بالا بلیت بود ماه ایولدا 15 بعد 15 تا 27 ای اصول. در چیپتا فروشی های محله معروف با نام بازار شاه منصور دوشنبه دری 2 چیپتا فروشی باز بود، اما چون نوارگی را دیدند درها را بستند، نخواستند که با ما صحبت کنند. کاسا ایرپورت رفتم اینم کاسا رو همش گشتی نیستای میگم نیستای. صحنه اطراف فرودگاه بین المللی دوشنبه نظر به چند روز قبل فرق میکند. انبوهی مسافران بندمانده دیده نمی شود. خیلی کم آدم است. ظاهرا مسافران بندمانده علیه به روسیه سفر کردند. 2 روز پیش 6,500 سوم بخریدیم. نه یگان خیلی پرابلم نداره. سال دانی پاردنش تک. ولی مسافرانی هم بودند که پروازشون با تأخیر مانده بود. همه روز پریدن بودیم. نه است، همه سامولت نیست. حضور همه شام میگه ساعت 10 نمیده میشه میگه. اجداد کرده است میگه همه روز میشه نمیشه نمیدونیم. باید سحر میپرید. اوه. حالا به مشاهده می رسد که تعدادی از مسافران برای رسیدن به روسیه شرکت هواپیمایی ازبکستانی هوای یولری را انتخاب می کنند که از دوشنبه به واسطه تاشکند به روسیه پرواز می کند. اما قیمت چیپتا از این طریق هم خیلی گران دریافت می شده است. 8500 через посадка, да? через Домодед и через Тошкент خطو Домодед. مسافران حل گرانی نرخ چیپتای هواپیما و مشکل پیدا کردن چیپتا را به بسته بودن راه قطارهای مسافربر به روسیه می‌دانند. همین رای پایزور مقصد و کنف سر اونا международный хуй راوشون همه جو پردیس ازبکستان قرقیزستان همه جو رفتستن. همین اگر پایزور او کنن نرخ خی نمیشه هم میره و هم مردم سپاکوی نرفته میتونه با جای خیچونه. 2 هفته پیش مقامات آژانسی آویاسیای گراجانی تاجیکستان با علت گرانی نرخ چیپتا پرواز هواپیماهای 2 شرکت هواپیمایی سیبیر و سیورنیویتر را برای چند روز منع کرده بود. این باعث جمع شدن صدها مسافر بندمانده در اطراف فرودگاه دوشنبه شد. بعداً آن شرکت ها راضی شدند که نرخ چیپتا به شهرهای روسیه را نه بیشتر از $500 آمریکایی می‌فروشند. اما به نظر می رسد که این توافقات نیز رعایت نمی شود و مسافران تاجیکستانی چیپتای هواپیما به شهرهای روسیه را با قیمت‌های خیلی بالاتر دسترس می کنند.
دادگاه سازمان ملل متحد در گاگا امروز حکم نهایی راتکو ملادیچ یکی از فرماندهان سرب را اعلان میکند که او را قصاب بوسنیا نام میبرند. قبلا دادگاه ملادیچ را برای قتل تخمینا 8000 نفر مردان و جوانان مسلمان در سربرنیتسای بوسنیا به حکم ابد محکوم کرده بود. حادثه هایی که در پرونده ملادیچ تصویر می شوند همچون مدهشترین جنایت ها پس از جنگ دوم جهان شناخته شده است. تفصیلات در گزارش همکارم شهلوی گلخواجه. فرمانده سابق ارتش سرب‌های بوسنیا راتکو ملادیچ در سالهای 90 عصر گذشته یکی از بزرگترین جنایتکاران حربی در زمان نیزو در یوگسلاویا بود. او 16 سال از قانون پنهان شده بود ولی در نهایت از روی چند عیبنامه به دادگاه کشیده شد. نه من نمیخوام در این باره شنوم. در سال 2017 تریبونال بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق ملادیچ را در 10 حادثه نسل‌کشی و جنایت‌های ضد بشریت گناهکار دانست. تریبونال ملادیچ را در تشکیل پاککاری سرشماری قومی با مقصد کشتن یا بیرون کردن اهالی غیر سربیا از بوسنیا در جریان جنگ‌های سال‌های 1992 تا 1995 گناهکار دانست. او زمین میخواست ولی ساکنانش برای او لازم نبودند، اما این آدمان در آن واحد نیست نمیشدند. در جریان مناقشه بین قومی یوگسلاویای سابق بیش از 100,000 نفر هلاک شدند. در ماه ایول سال 1995 سربازان ملادیچ سربرنیتسا را اشغال کردند. این شهر از جانب سازمان ملل متحد منطقه امنیتی اعلان شده بود. در اول سربازان ملادیچ به گریزه‌های بوسنیایی شکلات تقسیم می‌کردند. هر کسی خواهش دارد میتواند قلمرو را ترک نماید. اما پس از چند ساعت سربازان هزاران مسلمان را پراندند. این بزرگترین کشتار در اروپا پس از جنگ دوم جهانی بود. تریبونال گاگا معین کرد که فرمان نسل کشی را ملادیچ داده است. ملادیچ با کمک نظامیان تحت نظارت خود عملیات گسترده و متشکلانه انجام داده در دوام چند روز بیش از 7000 پسر و مرد کشته شدند. ملادیچ در مرافعه اظهار پشیمانی نکرد. برعکس او به سوی مادر یکی از قربانیان کشتار در سربرنیتسا اشاره دشمنانه نمود. او با من اشاره نمود که گلویم را میبرد. من باشم از ایوان با او اشاره نموده گفتم که تو خودت در زندان هستی. ملادیچ اینچنین محاصره سرایوی پایتخت بوسنیا را رهبری میکرد. طی 4 سال در آنجا در نتیجه تیرباران توپخانه و سنایپرها تقریبا 10,000 نفر هلاک شدند. ملادیچ گفت که او شخصا ساکنان سرایو را با سنایپر پراند. گویا این برای او یک نوع ورزش یا یک نمودی استراحت باشد. ملادیچ سال 1942 در دهه بیانوویچ خرواتیا به دنیا آمده است. او در ارتش یوگسلاویا برای خود کاریره حربی ساخت. وقتی کشور سال 1991 به پراکندگی آغاز کرد، وی را برای سرکوب جدای خواهان خرواتیا فرستادند. او بعداً گنرال تعیین شد. پلیس سربیا ملادیچ را سال 2011 در دهه لازروا حبس کرد. ما برایش مثل غلام بودیم و هر کاری لازم می آمد انجام می دادیم. در پی فشار بین‌المللی برای محاکمه دادگاهی ملادیچ به گاگا استرداد شد. هنگام بازداشت سلامتی او الکای بر اثر 2 سکته مغزی خوب نبود. جانب حمایتگر از دادگاه برایش سبکی خواست، ولی ضمن سخنرانی نهایی دادستان برای ملادیچ حکم ابد را طلب کرد، زیرا به گفته آنها هر حکم دیگر برایشان شرم‌آور خواهد بود. اکنون فرصتی رسید که گنرال ملادیچ برای جنایت‌های صادر کرده‌اش نسبت هر یک قربانی خود و جماعت‌های نابود کرده‌اش جواب بگوید. از آغاز فصل تابستان در تاجیکستان همگی چند روز سپری گشت، اما دمای هوا در کشور فوق‌العاده گرم شد. گرمی هوا امروز در شهر دوشنبه از مرز 38 درجه بالا رفت. آژانسی آب و هواسنجی تاجیکستان هشدار داده است که روزهای 8 تا 10 ایون سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا ادامه یافته در ناحیه‌های جنوبی کشور تا 41-44 درجه گرم می شود و آمدن طوفان چنگ و غبار نیز در نظر است. گرمای شدید را ساکنان چگونه پشت سر می کنند و روی زندگیشان چه اثر گذاشته است؟ گزارش امرالدین عالیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
عاقله کورکووا نبیره‌هایش را برای آببازی آورده است. خودش زیر سایه درخت نشسته، نبیرگانش در این کل آببازی دارند. میگوید از تصفیه هوا در خانه دلتنگ شدند. اینجا حاضرش دو تاش آوردم. کانیکول و یاش خونه بیبی دیگرشون رفتگی. دو تای دیگرش. مثل نبیره‌های عاقله کورکووا این روزها ده‌ها نفر گرمی روز را در کولی جوانان می‌گذرانند. یکی از مکان‌هایی که در دوشنبه آبازی در آن رایگان است کولی جوانان میباشد و در اینجا اساساً نورسان آبازی میکنند. اینها نفرانی هستند که به گفته خودشان امکانیتی رفتن به اکواپارک ها را ندارند. خطر سرایت شیوبی کودک‌ها بسیار در شرایط امی و اوبانبور همه جای افلاسی اوبانبورو ابرابات نمیشه. همده یگان چوش نیست. ابرابات کنه میکنه. خطر گرفتاری بیماری‌های زرپروینی گروپی A. اگر 38 36 39 40 41 من امروز احتمال 42 43 درجه. در این مانیتورها درجه گرمی هوا در منطقه‌های تاجیکستان را به طور آنلاینی نظارت میکنند. کارمندان این مرکز میگویند گرمی کم سابقه هوا در کشور ناگهانی بود و تا آخر هفته ادامه میکند. برای ماه ایون چنین یعنی که در دهه اولی ماه ایون بلندشوی حرارت هوا تا 45 درجه در قسمت‌های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تا 42 43 درجه بلند شدن اون و تا 41 42 درجه در ولایت سوق، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند یعنی که مشاهده گشتن اون این در 20 سال اخیر چنین حادثه بار اول مشاهده می‌گردد. به قول جمیله بیدالله و طبق پیشبینی آنها بعد از 19 ایون دیگر باره حرارت هوا بالا می‌رود. در چنین روزها طبیبان به مردم چی توصیه می‌دهند؟ من توصیه طبیبان در آن است که بیهوده به کوچه نبریم. خب دوم شخصانی که سن سالشون کلان سال است، شخصانی که در مورد طبابت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارند با مانند بیماری دیق نفس، بیماری گردشی سیستم عصب، بیماری گردشی سیستم خون، یعنی به مامانیت برآمدن آنها به کوچه توصیه داده نمی‌شود. از گرمی طاقت فرسا پناه بردن نورسان و کودکان به کلو دریاها بی فاجعه نبوده است. با گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر در آب غرق شدند که 3 نفر آن نابالغ بودند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. وزارت مدافعه تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری‌ها کمک نظامی قزاقستان به تاجیکستان را تصدیق کرده است. سخنگوی وزارت فریدون محمدعلیف گفته است که یاری مذکور در دایره همکاری‌های نظامی دو کشور و به خاطر پرزور کردن مرزهای تاجیکستان با افغانستان صورت می‌گیرد. اخیراً حکومت قزاقستان طرحی قراری را نشر کرد که موافق آن به تاجیکستان بیش از 3 میلیون تیر قطرشان گوناگون تقدیم می‌شود. بررسی طرح در قزاقستان تا 17 ایون امسال ادامه خواهد داشت. و بینندگان ارجمند، اخبار آزادی اینجا با پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید آنجا بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.